بچه ها خیلی مخلصم. رونمایی میکنم از بهروز جان بامزه جذاب ما. وای خدا نگاش کنید فقط. یه ذره بیا جلوتر بگیر. خیلی خوبه، خیلی خوبه. اول خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه این بچه ها رو سر راه من قرار میداره. سعادتیه نصیب من میشه. و اینکه یه موضوعی در مورد تافی و نصف شب بخوام بهتون بگم، اینو نگاش کنین آخه چشاشو. نصف شب که ما واگذار کردیم به یه خانواده خیلی خیلی خوب که دارن ازش به خوبی مراقبت میکنن و بهش میرسن. تافی هم فعلا شرایط واگذارش نداره تا 1 هفته 10 روز دیگه. فعلا شما با آقا بهروز سرگرم باشید تا اطلاعات کاملش رو من در استوری ها میگذارم. چشاشو ببینید آخه. وای خدا نمیدونید چقدر نرمه، خیلی بامزه است. عاشقش میشید میدونم. پس بهروز رو به خاطر بسپارید. رفت.